شما. بالاخره تموم شد. بالاخره من 30 قسمت رو ریویو کردم. به خاطر همین این ویدیو یکم بلندتر از بقیه ویدیوهاست ولی تموم شد. و میدونم که یکم با تأخیر ویدیو رو گذاشتم ولی چون دیگه میخواستم همه روزا رو ببندم بر همین یکم طول کشید. برای شماهایی که واسه بار اول دارین این ویدیو رو میبینین، ما همه قسمت‌ها رو بررسی کردیم. لینکش رو براتون میذارم، از دست ندین. نکته‌های بسیار جالبی رو اونجا گفتیم که ممکنه به دردتون بخوره. اگرم که براتون جدیده که من چرا این همه انرژی مضاعف دارم، یه سری رفیق خیلی گل و باحال پیدا کردم تو چنلم که انقدر منو حمایت میکنن و انرژی میدن. من هر وقت کامنتاشون رو میخونم کلی حال میکنم. بچه‌ها منتظر کامنتاشون هستم. اینجوری نشستم میبینم که برام کامنت میذارن. بدون اینکه دیگه زیادی کشش بدیم بریم تو ویدیو. عکسایی که تو این ویدیو میبینین همش توی پینترست من سیو، لینکش براتون تو دیسکریپشن میذارم. روز 21 با طرح پلنگی و شیک بوده. از اونجایی که طرح‌ها معمولاً همونجوری که مراد سفری گفت روی پارچه پرینت میشن، میخوام که نگاه کنین کیفیت پرینتی که روی لباس همه است و ببینین که چقدر با هم فرق میکنه. مثلا لباس سانیا که فوق‌العاده خوشگل بود، جوری تو تنش نشسته بود که انگار این لباس رو روی بدنش دوختن، ولی انقدر از پارچه بدی استفاده شده بود که کاملا خودش رو نشون میداد. یه نکته‌ای که من بهش پی اگه روی پارچه هایی که پلی استر و نایلون توش داره طرح میزنن، خیلی بی‌کیفیت تر از پارچه‌ای دیده میشه که نخیه، مثل لباس سارا. با وجود اینکه معلومه لباسش از همین فست فشن نیاز، اما کیفیتش بهتر دیده میشه به نسبت بقیه. و همینطور لباس شیرین گلی خیلی خوشگله، خیلی خوش ترکیبه، واقعا پارچش با کیفیت دیده میشه. ولی میخوام اینجا با دخترای ایرانی صحبت کنم که پاهای توپلی تری دارن، از جمله خودم. ماهایی که پایین تنه همون یه کمی توپر و توپلی تره، متاسفانه لباسای کمر افتاده به هیچ عنوان بهمون نمیاد و خیلی قدمون رو کوتاه و تو هم نشون میده، مخصوصا اگر ساق و مچ پای کلفتی دارین. من پیراهنی گرفتم که قد دامنش بلندتره اما همین مشکل کمر افتاده رو داره و بازم منو کوتاه نشون میده. اصلا مهم نیست که قد دامن بلنده یا کوتاه، به خاطر اینکه ماها پایین تنمون سنگین تره مجبوریم جوری لباس بپوشیم که پاهامون بلندتر دیده بشه، یه تعادلی بین پایین تنه و بال تنه برقرار بشه. در صورتی که لباسی بپوشیم که پایین تنمون رو کوتاه‌تر نشون بده، به وزن پایین تنه اضافه میکنه و وزن بالا تنمون که سبک‌تره بازم سبک‌تر دیده میشه و این تعادل رو به هم میزنه. انتخابای دیگه‌ای که داشتم به جای اینکه سر تا پا پلنگی برن تو، میتونستن از اکسسوری‌های کمی که روشون طرح داره استفاده بکنن و همینطور رنگ‌های مختلف پلنگی مثل اون چیزی که مارال سفری پوشیده بود. و یه حرفی هم برای مولولقتیایی که میگن چند تا نقشو با هم دیگه نپوشین، ببینید همه چیزو میشه با همه چیز پوشید، ولی به شرط اینکه با هم دیگه در مبارزه یا جنگ نباشن، در راستای هم و هماهنگ باشن. برای همین سواد بصری خیلی مهمتر از این راهنمای استایلیه که 600 سال پیش نوشتن که میخوان حفظ کنین و رعایت بکنین. طرح پلنگی همیشه بوده و هست، یه موقعی بیشتر بهش توجه میشه یه موقعی کمتر. امسال طرح گاوی خیلی جدیده و پوست ماری، اما من کلا پوست ماری رو بیشتر از بقیه طرح‌های حیوانی دوست دارم چون مثل یه باف دیده میشه به جای یه طرح شلوغ. اگه میخواین استفاده کنین تو حجم کمش همیشه شیک تره. قسمت 22 با موضوع فستیوال بود. به نظرم تم خیلی خوبی بود و خیلی میتونستن کارهای خارق‌العاده‌ای بکنن اما نکردن. طبق معمول همون چیزی که دم دستشون بوده رو رفتن. و وقتی میگیم فستیوال لزوما منظورمون فقط فستیوال موسیقی نیست، هزاران نوع فستیوال دیگه هم تو دنیا وجود داره. و اینکه همه داشتن با هم دیگه میرفتن کوچلا، چیزی که پدرام میگفت لباساشون خیلی مرتب نیست، این قضیه خیلی درست نیستش. همه مدل میرن. کلا توی کوچلا خلاقیت آدما به نسبت بقیه فستیوالایی که برگزار میشه خیلی کمه. همه فقط میخوان خیلی سکسی و خوش لباس باشن، به خاطر اینکه عکسایی که از اون فستیوال در میاد خیلی مهمه و توی لباس پوشیدن اونقدر با هم دیگه رقابت ندارن. بین همه بچه‌ها که لباس پوشیده بودن استایل شیرین گلی رو خیلی دوست داشتم و به نظرم با بهارک و مارال امتیازش یکی نبود که بخواد 5 بشه. اون چیزی که روی لباسش پوشیده بود فوق‌العاده متفاوت بود و خیلی مناسب این فستیوال. کلا در مورد کوچلا
کوچلا باید بدونین که اول واسه موسیقی راک بوده و کم کم تغییر میکنه و به موسیقی پاپ تبدیل میشه و لباسایی که پوشیده میشه تلفیق 2 فرهنگ خیلی آمریکایی، بوهیمیانه و وسترن، اینا رو با هم دیگه خیلی تلفیق میکنن. سانیا که داشت میرفت تومورولند، یه فستیوال موسیقیه که توی بلژیک برگزار میشه و تفاوتش با فستیوالی مثل کوچلا همین نبودن فرهنگ آمریکاییشه که اونجا خیلی بیشتر رنگ به کار میره و چیزایی که میپوشن خیلی شبیه همین لباسیه که سانیا پوشیده. فقط من نمیدونم که چرا سانیا اینجا گفت من این لباسمو خودم دوختم. این لباس آنلاین هست و اتفاقا خیلی مشابهش توی تمام فستیوالا استفاده شده. من نمیدونم که چرا این حرفو زد. ما این هفته یه مدل معروف ایرانی داریم به اسم سحر بی‌نیاز. فستیوالی که میخواست بره فستیوال میدسامر بود، همونجور که خودش گفت توی سوئد برگزار میشه و اگه فیلم میدسامر رو دیده باشین که فوق العاده فیلم قشنگیه، تمام این مراسم رو اونجا اجرا میکنن. فقط حواستون باشه که اتفاقای جالبی توی فیلم نمیفته. لباسی که سحر پوشیده مربوط به برند زمرمان میشه. توری که داشته تو چمدون یا هر جایی بوده پرس شده و لباس احتیاج داره که دوباره بخار زده بشه و اون چین آستیناش از هم باز بشه. برسیم به فرو که خیلی خاص بود و این جایی که داره میره برنینگ من، وقتی که عکساشو میبینی استایلا فوق‌العاده است. یعنی هنر رو به صورت کامل میتونی حس بکنی. این یه فستیوالیه برای هنرمندا و مخصوصا معمارا، مجسمه سازا و کسایی که مکانیک خوندن که یه سری مجسمه ها و ماشینای درست میکنن که تو اون صحرا جابجا بشن، بلکه اجازه ندارن از ماشینای معمولی برای رفت آمد استفاده بکنن. باید با دوچرخه یا وسیله‌های مختلف این ور اون ور برن. اینی که فرو گفت لباساشون خیلی لختی تره، واقعا درسته. بعضی اوقات می‌بینی که کامل لختن. کلا در مورد رها کردن و آزادیه از زندگی روزمره و تکنولوژی و تمام آسایشی که داریم، به خاطری که اونجا که میرن آب ندارن، خیلی سخته، همه چیزشون رو خودشون باید تهیه کنن و شهر رو سالیانه یه سری معمار میسازن و وقتی که فستیوال تموم میشه حتی نباید یه دونه نخ از خودشون به جا بمونه و بعدش انگار نه انگار که آدمیزادی از اینجا اومده و رفته. و همونجور که فرو گفت توی اون صحرا توی نوادا توی روز به شدت طوفانه و هیچ جا رو نمیبینن، ولی اصل شبا اتفاق میفته که اونجا یه عالمه چراغای مختلف به خودشون به وسیله هاشون اضافه میکنن که تمام اون منطقه میدرخشه. مرد یا تمپل یا جایی که آخر کار آتیش میزنن، هر کسی یک قصه، یک غم، یک سنگینی رو میذاره تو اون سازه‌ای که ساخته شده و روز آخر آتیشش میزنن و انگار از اون سنگینی رها میشن. اگر که دوست دارین بهتون توصیه میکنم حتما برین فیلماشو توی یوتیوب ببینین، چون خیلی جالبه. هر چقدر که من توضیح بدم کافی نیست، برای که مثل یه رویا یا فیلم میمونه تصاویری که ازش میبینی. من بهتون یه فستیوال معرفی بکنم، میخوام ببرمتون یه روزی، ولی فکر نمی کنم که امسال بشه، ایشالله سال دیگه. فستیوال ایستر بانت پرید برای جشن گرفتن و رسیدن بهاره و توی خیابون 5 منهتن توی نیویورک این مراسم برگزار میشه. راهپیمایی بوده روز ایستر انجام میشده که مذهبیه، ولی الان دیگه از اون مذهبی بودنش در اومده و خیلی حول محور فشن و کاستوم و خلاقیت میگذره و باید کلاههای خیلی خاص و خلاقانه استفاده کنن که نشونه از بهار داره و همونطور که میدونین روز ایستر نمادش خرگوش و تخم مرغه که بچه‌ها اون روز تخم مرغ جمع میکنن، شبیه دنیای آلیستر سرزمین عجایب کلا. و آقایون خیلی توی این فستیوال مشارکت میکنن و کارهای خلاق انجام میدن و دعا کنین که من بتونم برم شما رو با خودم ببرم که این مراسم رو از نزدیک ببینیم. و ایده‌ای که خودم گرفتم از لباس سیمون روشاست، داخل یه لباس توری گل گذاشته، به نظر خیلی مناسب این مراسمه. لیلی اون روز بیشتر امتیاز رو گرفت که واقعا به نظر من از همه بهتر بود. اونم داشت میرفت کوچلا، ولی لیلیو تو خیلی از فستیوال مختلف میتونیم راش بدیم به خاطر اینکه با خیلی از فستیوالا هماهنگه و یکم هم احساس سرخپوستی میده و اون مکرمه‌ای که بافته کار خودش بود و آخرین نفرم نیلوفر شد که واقعا هیچ کار نکرده بود. روز 23 با کانسپت و اصالت زن ایرانی بود و همینجور که بچه‌ها گفتن دسترسیشون به لباسای ایرانی خیلی کم بوده.
بنابراین یک المان یا یه طرحی از ایران رو توی استایلاشون آوردن، ولی متاسفانه طبق معمول همیشه گشتن و سرچ کردنشون در حد صفر بوده که هیچ کاری نکردن. و وقتی میبینی شیرینی که توی ایران نبوده اومده سعی کرده لباس گیلکی رو شبیه سازی بکنه، میبینی که با همون چیزی که داشتن میتونستن یه کارایی بکنن، ولی راهکار ساده رو همیشه انتخاب میکنن. و تنها کسی که لباس سنتی ایران رو پوشیده بود سانیا بود که واقعا قشنگ شده بود. و این مثلا یه بحثی اومد که نه سانیا چون رفته اون لباس رو پوشیده درست نیستش. من نمیدونم این بحثا رو یهو از کجاشون در میارن. وقتی من کانسپت رو شنیدم فکر کردم باید همین جوری باشه، هر کدومشون لباسای جاهای مختلف رو به بیننده ها معرفی کنن. لباسی که سارا پوشیده گفته این لباس کردیه که همه اعتراض کردن که نه این لباس کردی نیستش و شبیه نیستش و یه بحثی هم اینجا پیش اومد. بچه‌ها با هم می اومدن جاهای مختلف رو معرفی می‌کردن، خیلی باحال بود. ولی عکسایی که من به عنوان نمونه براتون گذاشتم احتمال داره که دقیق نباشه، چون واقعا تو فرصت این ویدیو نمیگنجه که من بخوام جای ایران رو با این اطلاعات کمی که توی اینترنت وجود داره بررسی بکنم و بدونم که مثلا لباسای جنوبی کدوم یکیش مال بندرعباس، کدوم یکیش مال بوشهر، کدوم یکیش مال قشم. اینا خیلی با هم دیگه فرق میکنن. تو عکسای نمونه لباسای محلی گذاشتم، احتمال داره دقیق نباشه، منو ببخشید و باید بعدها روشون کار بکنیم تا بدونیم که لباسای محلی خودمون حداقل چی به چیه. شیرین گلی رفته بود این لباس رو درست کرده بود، نمیتونست کانسپتش رو قشنگ توضیح بده، گفت من نشونه از ایرانم. و شیرین مقدمم گفت این خیلی شبیه لباسای تبریزیه، ولی من کلا ایرانی‌ها توش میدیدم. رنگ سبز که توی پرچممونه، اون سنگ دوزی‌ها که همونجور که خودش گفت خیلی شبیه پنجره‌های سازه‌های ایرانیه و همینطور مخمل که خیلی توی ایران استفاده می‌شده. کاشکی که میتونست ایناها رو بگه. از اونجا که بهتون میگم داورا خیلی خوب باش تا نمی‌کنم. پدرام و مارال سفری بهش 7 میدن و به مارالی که لباس معمولی پوشیده یهویی 8 میدن. به نظر من این سعی و تلاشی که شیرین گلی کرده بود واقعا ارزشش خیلی بیشتر از این بود. و اینجا سحر بی‌نیاز از مسابقه خداحافظی کرد، گفت خداحافظ شما رو به خیر و ما رو به سلامت. من لباسایی که آوردم به درد این برنامه نمیخوره. بچه‌ها بعد از برنامه که لایو داشتن گفته بودن که کلی حرف زده و سانسور شده، من نمیدونم چه اتفاق افتاده. فقط میخوام اینو بهتون بگم که جایگاه کسی که توی قدرته و جایگاه کسی که تو قدرت نیست. هدیه‌ای که زورش به جایی نمیرسه و میگه من نمیتونم اینجا بمونم سیلی کشش میکنن. سحر بی‌نیازی که جایگاه بالاتری داره میگن خیلی خوش اومدین، بفرمایید، قدم روی چشم ما گذاشتین تا همینجاشم اومد. مظلوم بودن و پارتی نداشتن اینجاها معلوم میشه. و از اونجایی که بهتون میگم هیچ سعی و تلاشی نکردن، خیلی راحت میتونستم با یه سرچ ساده لباس عشایری، لوری یا بختیاری رو شبیه سازی بکنن. اگه واقعا براشون مهم بوده که ممکنه بی احترامی بشه به یه فرهنگی و به یه قومی، خیلی خیلی راحت میتونستن دختر قجری بشن، یه دامن پرچین کوتاه با جوراب شلواری و یه دونه جلیقه و یه دونه روسری و یه من پشم و پیلی. خیلی راحت میتونستن اینو شبیه سازی کنن که نکردن طبق معمول همیشه. حالا اونو چون هیچ قومی رو بهتون معرفی نکردم، من به عنوان یه خراسانی میخوام یه قومی از خراسان رو بهتون معرفی کنم، کردای کرمانج که توی خراسان شمالی زندگی میکنن. توی کلات نادری خیلی میتونی ببینیشون که رنگ قرمز بخش مهمی از لباسشون رو در بر میگیره. عروساشون کاملا قرمز سر تا پا میپوشن و سکه دوزیایی که دارن سکه واقعی، مخصوصا اگه سکه پهلوی یا قدیمی داشته باشن خیلی ارزش داره که روی جلیقه هاشون، روی سربنداشون میپوشن. یه چیز خیلی جالب در مورد لباسشون اینه که اون چیزی که زیر میپوشن دامن نیست و شلواره که انقدر پرچینه و ببینین که چقدر مدرنه و چه سیلوئت خوشگلی داره این لباسا. 10 تا کتاب محمود دولت‌آبادی رو خوندیم، آخرش هم یاد نگرفتیم اینو درست تلفظ کنیم که کلیدره. توی کتاب 10 اون موقع که مبارزه اتفاق میفته، زن کاراکتر اصلی لباس قرمز میپوشه که به شوهرش امید بده و استواری رو نشون بده، دقیقاً همین لباسا رو پوشیده. توی اون روز سانیا بیشترین امتیاز رو گرفت و فرو که دوباره گفتن خارج از کانسپت نفر آخر شد. ایدهش یه خانم طراح لباس مدرن توی تهران قدیم بوده. دید شدنش قابل فهمه به خاطر اسم تاریخ که توی تم اون روز اومده بوده، ولی این تاثیر لباس اروپایی است تو ایران.
روز 25 با موضوع آوانگارده و قشنگترین نکته اینه که تمی انتخاب کنیم که هیچ کدوم از داورا نمیدونن دقیقاً چیه، بعضیاشون که کلا اصلا سوادشون نمیرسه، بر اساس چیزی که نمیدونیم چیه بیایم امتیاز بدیم و یکی رو بگیم خارج از کانسپت، یکی رو بگیم وای چقدر تو خوبی. راستش بخواین انقدر مزخرف توی اینترنت و همه جا من شنیدم و واقعا الان دوست ندارم مثل چرت و پرت من بگم. از این جهت که اومد یه موضوع گفتگویی رو باز کرد بد نبود و من به خاطر این ویدیو رفتم این دوتا ویدیو ولس پاستر رو دیدم. یکیش در مورد هنرهای بصری، یکیش در مورد فشنه و توی یکیش توضیح میده که هم مفهوم هم فرم چیزیه که آوانگارد رو توصیف میکنه و خودش یکم بیشتر میشکافه و در مورد هنرمندایی که کار آوانگارد میکنن بیشتر صحبت میکنه. توی کتابی که معرفی میکنه چیزی که خارج از نرم باشه رو معمولا بهش میگن آوانگارد. حالا این توی استایل روزانه‌تون هم حتی میتونه استفاده بشه. بعضی اوقات میبینی اون خارج از نرم بعد از سالها چشمش عادت میکنه و اونم نرمال میشه. در نهایت باید بدونین که آوانگارد خیلی تعریف گسترده‌ای داره، توی یه جمله یا یه توضیح کوتاه نمیشه خلاصش کرد. خیلی‌ها تعریف‌های متفاوتی ازش دارن، نظرات با همدیگه یکی نیستش و بهتر اینه که چیزی رو که متوجه نمیشیم به عنوان موضوع مسابقه انتخاب نکنیم، خودمون رو سنگین نگه داشتیم و توهم روشنفکری و هنرمندی بر نداشتیم. جای یه استایلیست واقعا توی برنامه خالی بود، کسی که در سطح جهانی کار کرده باشه، نه توی ایران فقط. و اینجاست که معلوم میشه آدم‌ها تو چه محدوده کوچیکی کار کردن و در حد جهانی و اینترنشنال اصلا بزرگ نشدن و یه سری اطلاعات ندارن. یه سری از کمبودا توی این جور جاها معلوم میشه. قسمت 27 زنان الهام بخش بودن که خب هر کسی یه چیز متفاوتی انتخاب کرده بود و بعضیا خیلی موفق شده بودن، بعضیا نتونسته بودن نزدیک بشن، بعضیا هم کسایی انتخاب کرده بودن که من تا حالا تو عمرم نشیدم و با خودم اینجوری بودم که وای من چرا نمیشناسم. بعد دیدم که آها اصلا تو فضاهایی نیستن که من دنبال میکنم، به خاطر همین مثلا نمیشناسمشون. اون روز کوکو شنل شده بود. به نظرم خیلی انتخاب درستی بود به خاطر که یه جاهایی خیلی شبیه. اگه زبان انگلیسیتون خوبه و دوست دارین عمیق در مورد برندها بدونین، آندرستیچ یه چنلیه که خیلی حرفه‌ای در مورد اینجور چیزا حرف میزنه و صاحب چنل هم خبرنگار و نویسنده حرفه‌ای کتابای مختلفی داره، مخصوصا در مورد شنل. توی این یکیش که یه مقدار در مورد تاریخ بیزینسی شنل حرف میزنه، چیزای جالبی در مورد خود کوکو شنل میگه و اینکه اصلا موجود دوست داشتنی نبوده. تمام کارمندا و کارگراش ازش متنفر بودن. تو دوره‌ای که نازی‌های آلمان میان و جنگ میشه، تمام هنرمندا مثل اسکاپرلی میرن و به جنگ کمک میکنن، برنداشون رو میبندن و اون موقع کوکو شنل از این نداشتن رقیب استفاده میکنه و برندش اوج میگیره و خیلی معروف میشه. همینطور برای آلمانیا جاسوسی میکرده. به خاطر همین موضوعات کلا تصویر خیلی خوبی نداره تا اینکه در سالهای آینده میان این تصویر رو عوض میکنن و در مورد کارهایی که انجام داده صحبت میکنن تا تصویر بهتری هم خود برند داشته باشه هم خود کوکو شنل داشته باشه. و یه شباهت جالبی که با فرو داره اینه که اولی که کوکو شنل لباس میدوخته اونم از پارچه جرزی استفاده میکرده که اشرافزاده و برندهای دیگه میگفتن که این آشغال‌ترین پارچه‌ای که تو میتونی استفاده بکنی و خب سعی میکرده که همه چیزو ساده انتخاب بکنه توی اون زمان و این ساده کردن کلا طرح‌ها باعث یه انقلابی میشه توی فشن. و بهتون بگم که بیشتر از این که طراح خوبی میبوده، آدمی بوده که بیزینس بلد بوده و میدونسته نردبون بقیه چجوری باید بره بالا. توی زمان خودش یه زارایی بوده. من این قضیه که اولین لباس مشکی که فرو خودش دوخته بود و پوشیده بود خیلی دوست داشتم، حتی با تمام اون ایرادایی که داشت. به نظرم هم خودشو میدیدی همون کسی که ازش الهام گرفته بود و توش میدیدی. سانیا الهام گرفته بود از کلوپاترا و تا جایی که تونسته بود سعی کرده بود به اون حال و هوا و اون زمان خودشو نزدیک کنه. تاریخی که تعریف کرد همراه با طنزش کرده بود خیلی جالب بود و این نوع بیان باعث شده بود که خسته کننده نشه. یکی از اتفاقات بحث برانگیز این برنامه شده که شیرین مقدم یک سر دشمنی برداشته با سانیا که نفر اول نشه.
شیرین مقدم و اطلاعاتی که داره بهشون ارجاع میده اینجوریه که من 2 کتاب خوندم، فکر میکنم همه دنیا رو میدونم و الان من سرچ کردم، از چت جی پی تی پرسیدم، ولی واقعا خودم رو در این حد نمیدونم که بخوام بیام به شما یه سری اطلاعات بدم در مورد یه تاریخ زمانی که حجم بیشترش هنوز کشف نشده و بین تاریخ نویسام هنوز شک و شبهه وجود داره و من بیام اینقدر با صلابت در مورد یه چیزی با اطمینان حرف بزنم انگار داشتم تو اون دوره زمانی زندگی میکردم. و در مورد استفاده از رنگ آبی توی لباس، تو کاستومایی که از اینترنت من پیدا کردم، این رنگ آبی مشخصا خیلی استفاده شده و حالا من نمیدونم که ریشه تاریخیش از کجاست، ولی احتمالاً بی دلیل این رنگ رو استفاده نمیکنن. در مورد استفاده از نقره به جای طلا، من از چت جی پی تی پرسیدم، چون تو دوره زمانی نقره خیلی کمیاب بوده و توی مصر استفاده نمیشده، بسیار با ارزش بوده و خیلی از طلا گرانبهاتر بوده و کلئوپاترا به خاطر همین از هر دو تایش استفاده میکرده، ولی احتمالاً استفاده از طلا اونم تو حجم بالا خیلی زیاد بوده و همینطور که میدونین اون زمانا فیروزه هم خیلی استفاده میکردن. استفاده از رنگ آبی مثلا پررنگ به صورت جزئی خیلی زیاد بوده. یه بحث بیخود دیگه که شیرین مقدم برای تخریب کردن سانیا بهش اشاره کرد این که زمانی که هنرپیشه‌های ایرانی نقش زلیخا رو بازی می‌کردن یه متانت و منشی داشتن که ما انتظار داشتیم از تو اونجوری باشه. و یه حرف خیلی جالبی شقایق دهقان وقتی که نقش مهد اولیا رو بازی می‌کرده مادر ناصرالدین شاه گفت نوع رفتار کردن آدما در زمان قدیم اصلا شبیه این چیزی نبوده که ما امروزه بهش میگیم رفتار مناسب. این آدابی که ما داریم رعایت میکنیم خیلی معاصر و غربیه و توی عکس‌ها میبینین که مهد اولیا چه شکلی نشسته و مطمئن باشین اون دوره زمانی اصلا این شکلی نبوده که همه خیلی اسب و قورت داده رفتار کنن. در مورد فیلم کلئوپاترایی که الیزابت تیلور بازی کرده، بعد بدونین که هیچ کدوم از کاستومایی که اونجا استفاده شده بر اساس تاریخ نیست و همش اشتباهه و کاملا مدرنیزه شده و لباسا شبیه ترند 1960 بوده. این اطلاعاتی بود که من به دست آوردم، امیدوارم که اشتباه نکرده باشم. و بریم با لیلی که ملکه ویکتوریا شده بود. به همه چیز شبیه بود به غیر از ملکه ویکتوریا. خودش هم اینجوری که گفت این لباسا رو پوشیده، چت جی پی تی بهش گفته این موضوع رو انتخاب کن. حالا ما به اینش کار نداریم. من میخوام یه فکت خیلی مهم بهتون بگم در مورد ملکه ویکتوریا. این لباس عروس سفیدی که الان میبینی که تو ایران میگن با لباس سفید میری و با لباس سفید برمیگردی، تا زمان ملکه ویکتوریا وجود نداشته و وقتی که ملکه ویکتوریا میاد و لباس سفید میپوشه از اون موقع به بعد جا میفته، چون تا قبل از اون تهیه کردن لباس برای آدما خیلی سخت بوده و همیشه هر کسی بهترین لباسی رو که داشته روز عروسیش میپوشیده، میتونسته هر رنگی باشه. و همینطور که میدونین تو خیلی از جاهای ایران از رنگ قرمز برای لباس عروس استفاده میکردن و بعد کم کم همه دنیا مدرن میشه و فرهنگ غربی میاد و لباس سفید جا میفته. ولی بدونین که بنیانگذارش ملکه ویکتوریا بوده تو سال 1840. مارال هم مری مونرو شده بود، واقعا با اون مو اندامی که داره و این مودی که یک هویی بالاست و یک هویی پایینه خیلی شبیه مری مونروه. فقط لباسی که پوشیده کوتاه، اون موقع لباس کوتاه نمیپوشیدن. به نظرم لباس میدی خیلی میتونست نزدیک ترش بکنه. توی اون زمان که مری مونرو بوده، این اولد هالیوودی که میگن، زمان درخشش هالیووده، اوضاع خیلی خراب بوده توی اونجا. کلی از بچه‌ها و کلی از زن‌ها و هنرپیشه‌ها معتاد میشدن به خاطر قرصایی که بهشون میدادن تا انرژی زیادی داشته باشن، بتونن ساعتهای طولانی کار کنن و بعد بهشون قرص میدادن تا بتونن بخوابن. و مری مونرو هم به خاطر استفاده از این داروها دچار مشکلات میشه و این کاراکتری که همیشه بازی میکنه، حتی اینو توی واقعیت هم انجام میداده، یه زنیه که خیلی ساده است و هیچی نمیفهمه و اینو دونسته انجام میداده چون اعتقاد داشته که مردا اگه فکر کنن که زنا نمیفهمن خیلی راحت تر میشه ازشون استفاده کرد، تو فکر میکنن که اونا رئیسن و همه چیزو تحت کنترل دارن. و اصطلاح دامبلان، شاید بشه گفت بور ساده لوح، و این اصطلاح از این دوره به کار میره به خاطر اینکه موی خیلی روشن برای بچه‌های خیلی کوچولو
کوچولوه که نادونی و ساده بودن به بچه‌ها نسبت داده میشه و زنی هم که موهاش خیلی روشنه از همین عناوین برای توصیفش به کار میره و این استریوتایپ رو تا فیلم‌های 20 سال پیش هم میتونیم ببینیم. و یه اصطلاح دیگه هم تو همین دوره خیلی معروف میشه، بامشل. زنایی که خیلی اندام اغراق شده ساعت شنی داشتن نسبت داده میشده، مثل سوفیا لورن، الیزابت تیلور و خود مریلین مونرو. ولی این بامشل رو تو ذهنتون داشته باشین که با هم کار داریم. واقعا نفر اول اون روز از نظر من شیرین بود که اومده بود آدری هپبرن شده بود. به قول پدرام آرایشی که کرده خیلی صورتش رو شبیه کرده بود و منم همینجور تو کف آرایشش بودم که چجوری صورتش انقدر شبیه شده. واقعا دستش درد نکنه با این گریمی که رو خودش انجام داده بود. یکی از دلایل معروفیت آدری هپبرن اینه که بعد از یک عالمه هنرپیشه بامشل مثل مریلین مونرو، الیزابت تیلور میاد و یه دختر ظریف معصوم کوچولو بود که خیلی دخترای جوون اون زمان رو جذب میکنه، به خاطر اینکه به دست آوردن اون اندام پرقوس و قزح واسه دخترای کم سن خیلی سخت بوده. کپی برداری ازش برای این گروه سنی خیلی ساده بوده، برای همین خیلی محبوب میشه. استایلی هم که میاره خیلی نوآوری داره، هم مینیماله هم خیلی مدرنه و توی اون زمان تو دنیای واقعی و توی فیلماش با ژیوانشی همکاری میکرده و اکثریت لباسای آیکونیکشو که میبینین ژیوانشی براش طراحی کرده. نیلوفر آنا وینتور شده بود. والا نمیدونم در موردش اصلا چی بگم، دیگه شما خودتون میدونین. همون حرفی که شیرین گلی بهش زد، عالم بی‌عمل، در مورد سر تا پاش توجیه آورد. حتی عینکش هم بزرگتر انتخاب نکرده بود که شبیه آنا وینتور باشه. استایل آنا وینتور میگن یونیفرم انتخاب کردن، یعنی یک فرم و یه شکلی داره که در طول سالها هیچ وقت عوض نمیشه و معمولا آدمایی که خیلی سرشون شلوغه از این تکنیک استفاده میکنن، هم اینجوری شناخته بشن و امضاشون باشه، هم خیلی درگیر این که چی باید بپوشن روزانه نشن. آنا وینتور اون سیلوئتی که انتخاب کرده یکیه، همیشه طرح پارچه تغییر پیدا میکنه. یه نکته خیلی جالب در موردش وجود داره، در 90% از لوکایی که میزنه کیف نداره و تشخیص دادن دوره زمانی خیلی از استایلا با کیف و کفش ممکنه و چون همیشه آنا وینتور یک کفش داره و کیف نداره شما نمیتونین بفهمین که این تو چه سالی گرفته شده. روز 29 یکی مونده به آخر با تم افتر پارتی بعد از عروسی بود که باید یه لباس راحت تری بپوشن که بتونن راحت برقصن و حرکت کنن. همه بچه‌ها یه لباس کوتاه انتخاب کرده بودن. اون روز لباس سانیا که اومده بود بالاش یه سری نگین و سنگ دوخته بود خیلی خوشگل شده بود و همینطور شیرین، ولی لباس شیرین انگار که باید اندازش درست میشد، یه مقدار تو تن شل. ما یکم در مورد سیلوئت لباسایی که الان مده با هم دیگه صحبت کردیم قبلا، اگر که ندیدین بهتون پیشنهاد میدم ویدیوهای قبلی رو ببینین. ولی اینجا دو تا برند میخوام بهتون معرفی کنم. یکی از یوتیوبرایی که خیلی من خودم دوستش دارم در مورد فشن حرف میزنه، کسی تروپ، توی مراسم مختلفی که برای عروسیش داشت یه سری لباسایی پوشید که خیلی جدید بود و قبلا من ندیده بودم. این لباسش که فکر میکنم برای برایدل شاورشه، از برند وایلدرهوف اگه که درست تلفظ کنم، که این برند تخصصش توی کورسته و خیلی لباسای خاص و خوشگلی داره. توی رد کارپتایی که اخیراً میبینین حتما یک یا دو تا لوک مربوط به این برنده که کلی از سلبریتی ها رو ساپورت میکنه و براشون لباس درست میکنه. و یه برند فوق‌العاده متفاوت و خاص، دانیل فرانکوله، که به قول انگلیسی‌ها طراحی لباساش خیلی ویمزیکاله، یه حالت رویاگونه و پریطوری داره که خیلی ظریف و لطیفه با اون گلا و بافتی که توی پارچه‌هاش میده و سیلوئت‌های عجیب غریبی که استفاده میکنه. میدونم که این دوتا برند از نظر قیمتی خیلی فضایی‌اند، ولی شما میتونید به عنوان دوتا طراح که از زمان خودشون خیلی جلوترن و طرح‌های خیلی خاصی میدن ایده بگیرین و از خلاقیتشون استفاده کنید. برسیم به روز فاینال و روزی که برنده ها رو اعلام کردن. بچه‌ها لباسای مختلفی که پوشیده بودن خیلی استایل و مدل خاصی نبود، فقط سانیا معلوم بود که برای اون روز این لباس رو دوخته. لباسش خلاق بود ولی در کل من خیلی دوستش نداشتم به خاطر همون گیپوری که اومده بود روی ساتن و بر اساس چیزی که من تحلیل کردم کلا احساس میکنم که خیلی تو فضای استایلش نیست. حالا ممکنه که من اشتباه کنم.
استایل فرو رو اون روز من خیلی دوست داشتم. در نهایت اون فرو بودنش رو داشت با اون بافتی که گذاشته بود و من با اون سیخسیخای تو موشم اتفاقا هیچ مشکلی نداشتم. این که با همیشه عجیب بودنش رو حفظ کنه واقعا حفظ کرده بود. یکی از کسایی که تو این برنامه واقعا خوب بود اما یه فراز و نشیبایی داشت فرو بود. خیلی از کسایی که تو این کار تخصص دارن نظرشون این بود که واقعا خوب استعداد داره. من به عنوان کسی که تو کار هنره چه زمانی استعدادشو میدیدم؟ دقیقاً اون زمانایی که مجبور میشد از اون قالب خودش در بیاد و اتفاقا خیلی موفق عمل میکرد و نشون میداد که میفهمه و هنر داره، میدونه که باید چیکار بکنه. این که خود فرو بود، امضاشو داشت، همون حال و هوا رو داشت، خیلی هوشمندانه بود و نشون میداد که یه سری رو داره طی میکنه و یه آگاهی از اون چیزی که میخواد و داره. و در مورد اون موضوعایی که خارج از کانسپت بود و بهش یک دادن، توی بعضی از موضوعها اینجوری احساس میشد که اصلا هیچ ایده و نظری نداره و خیلی از اون فضا دوره و اگر برین اون موضوعها رو نگاه بکنین متوجه میشین بر اساس اون چیزی که خودش گفت با باباش بزرگ شده. اون کانسپت ها معمولا به وسیله زنایی که باهاشون بزرگ میشی بهت فهمونده و معرفی میشه و مثلا اگه میگفتم مراسم خواستگاری اونجا بازم فرو یک میگرفت. لباس اون روز خیلی شیرین بود، دقیقا استایل خودش بود، همون جوری که هستش، ولی چون شلوغه به سلیقه من خیلی نبود. من اعتقاد دارم شیرین با وجود اینکه باید استایلش رو ادیت میکرد نباید خودش رو از استایلاش حذف میکرد. این انتقادیه که من اتفاقا به استایلایی که ازشون 10 گرفته دارم و با حفظ مکسیمالیست و شلوغی باید بهترشون میکرد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. میدونم که شیرینم خیلی طرفدار داره، خیلی دوست داشتم به جای سانیا شیرین ببره و نظر من در موردش اینه که خلاقیت خیلی داشته، خیلی جاها از بقیه واقعا بهتر بوده، اما چون این مسابقه استایله، اون جایی که سعی کرده فقط استایلش بهتر باشه خودش اعتقادی بهش نداشته و همیشه این جمله رو میگفت که من به خاطر شما داورا این کار رو انجام دادم. اگر استایلی زده که گفتم بهش خوبه امضای خودش توش نیست. نکته دیگه ای هم که خارج از برنامه بازم بهش تاکید کرد اینه که اگر لباس برند میپوشه چون که گرونه، چون که برنده، پس خوبه و هیچ ایرادی بهش نیست. خب میدونیم که نه این اعتقاد درستیه، نه هر چیزی که اونا میفروشن دلیل میشه که قشنگ باشه. یکی از بهترین لباسای اون روز مال شیرین گلی بود. من خیلی تاپش رو دوست داشتم. فکر میکنم همین پارچه لیکوید ارگانزاست که قبلا بهتون گفتم و پوشیده. کلا شیرین گلی تیکه تیکه لباسایی که داشت خیلی خوب بود. یه ذره توی استایل کردن گم بود و نمیدونست باید چی کار بکنه. من تو ویدیوی قبلی در مورد لیلی صحبت کردم که بهتون گفتم من استایلش رو دوست دارم. یه سری از لوکای لیلی نمیتونم 100% بگم، ولی میتونم بگم اونهایی که خیلی شبیه خودش نیست از کمد خود برنامه استفاده کرده. کلاً تمام لوکا و استایلاش یه مزه هنری طور و یه آزادی و یه رهایی داره. اگه بخوایم در مقایسه با فرو بذاریم، فرو استایلاش فکر شده و انگار برای نمایشه، ولی لیلی توی لباساش زندگی میکنه و احساس میکنی که این واقعیتشه و به دست آوردن این حس زندگی و نمایشی نبودن و اون شسته رفته نبودن یه چیزیه که خیلی سخت به دست میاد و من خودم کامل دنبالشم، امیدوارم یه روزی بهش برسم. و روز فاینال بیشترین امتیاز رو نیلوفر گرفت که یه لباس ساده خوش‌دوخ پوشیده بود که یه سری پترن ایرانی طور روش داشت. اگر که فاینال رو ندیدین، 3 نفر آخر شدن سانیا، شیرین و بهارک و من برای بهارک خیلی خوشحال شدم که توی 3 نفر اول بود. واقعا این همه زحمتی که کشیده بود به نتیجه رسید و یه جورایی انگار حق به حقدارش رسید و در نهایت شیرین و سانیا رفتن بالا. و اگر که نمیدونید یه سری اتفاقات توی رأیگیری و نمرات افتاد، داورا باید از 100 امتیاز میدادن و شیرین مقدم هر جور که شده بود میخواست که سانیا اول نشه و من از این حاشیه ها اتفاقاتی که حول محور ثانیه افتاد خیلی ناراحتم، چون واقعا حقش بود و به نظرم خیلی اتفاق بعدی افتاد که مثلا همه بگن نه این به خاطر پارتی بازی این اتفاقات افتاده. قبلا هم گفتم و دلیل این که چرا حق ثانیه بود، اینجا مسابقه استایل، مسابقه خلاقیت برای طراحی و چیزای دیگه نیستش و تنها کسی که میدونست داره چیکار میکنه و میدونست استایل چیه ثانیه بود و بعد از
از اون بهارک تو طول برنامه خیلی یاد گرفت که باید چی کار کنه و یه سری سرنخ‌ها اومد دستش. بقیه حتی اگه استایلاشون هم خوب بود، خیلی توی ناخودآگاهشون انگار میدونستن که باید چی و چی کار کنن تا اون استایل خوب بشه، ولی خیلی آگاهانه و بر اساس یه فرمول خاصی نبود به غیر از سانیا. بر همین توی این مسابقه من ترجیح میدادم که سانیا برنده بشه. و یه مسئله دیگه هم که هستش باید بدونیم، همه توی این برنامه‌ها شرکت میکنن تا یه شبه معروف بشن. مثلا من یه سال الان دارم زحمت میکشم، فقط 700 نفر منو فالو کردن. این آدما با شرکت کردن چند هفته یا یه ماه توی یه برنامه میلیون ها نفر میشناسنشون. و بهترین چیز توی این موقعیت اینه که خیلی حرفه‌ای رفتار بکنن تا عاقبت کاری خوبی داشته باشن. میدونی توی اون برنامه خب سانیا خیلی حرفه‌ای برخورد کرد، بهارک همینطور. حتی اگه بگیم تو کار فشن فعالیتی ندارن، من مثلا میخوام برم کلاس موسیقی سانیا اسممو بنویسم، میدونم که با چه آدمی روبروان. اونهایی که خیلی دراما دارن و درد سر دارن، حتی اگه که من الان یه کمپانی بزرگ داشته باشم، حاضر نیستم استخدامشون کنم، چون هیچ کسی حوصله سردرد نداره. اتفاقایی که تو این برنامه‌ها میفته یه مقداریش از دست خود شرکت کننده ها خارج دیگه. به قول ما مشهدی یک کخی به اینا میریزن که همه رو به جون هم بندازن. ولی درست بودن آدما رو شما بعد از برنامه میتونین ببینین که چقدر لایو میذارن و دنبال حاشیه‌ن و حتی داورام این کارو میکنن. و غیر حرفه‌ای بودن و شناختن آدما اتفاقا بعد از برنامه خیلی مهمتره تا توی برنامه. در نهایت هم یه پندی این برنامه داشت که در زندگی سعی نکنین مثل نیلوفر باشین. البته سنش کمه، بزرگ میشه، بیشتر درس زندگی میگیره. یکی این که خیلی هی نرین قوانین استایل رو بخونین، از همه ایراد بگیرین. قبلا هم بهتون گفتم قوانین برای شکستن هیچ کدومش اینجوری نیست که کار کنه. همه استایلیستا و آدمای درست حسابی اومدن همه اون قانونا رو شکستن و استایلای زدن که خیلی خوب بوده. و دومین چیزی که منو خیلی ناراحت میکرد اینه که بیام به جای اینکه خودم رو بهتر کنم، تلاش کنم که خودم رو به اولیا برسونم و رقابت کنم باهاشون، کاری نکنم از بقیه ایراد بگیرم و سعی کنم اونی که جلب توجه میکنه رو ایراداشو گل درست کنم که بیارمش پایین در سطح خودم. و این به نظرم بدترین حالت رقابت توی هر جایی و باید حواسمون به خودمون باشه چجوری با آدمو داریم رقابت میکنیم. خب رفقای گلم، یکی بیاد شونه‌های من مال خسته شدیم خسته. اما همینجوری که بهتون گفتم 3 تا ویدیو سانیا و بهارک و سارا رو یادتون نره، قراره که بیاد. آن سابسکرایب نکنین بگین تموم شد. برای سیزن جدیدم ویدیو میسازم، ولی تا الانش انقدر جذاب نبوده که حالا بخوایم همه رو ریویو کنیم. یعنی ببین همه روزا رو حذف میکنیم، مثلا میرسه به 1-2 تا لوک جالب، ولی تو جلسه های اخیرش بهتر شده. و تو ویدیوی خودش بهتون میگم که فصل جدید با وجود این که استایلا بهتره چرا جذاب نیستش دیگه. هر چی کم و کاستی داشت شما به بزرگی خودتون ببخشین. و یه درخواست بزرگ، دوست دارین که در مورد چی ویدیو ببینین؟ من کاملا سر و پا گوشم، پیشنهاداتون رو بشنوم، بدونم که چیا دوست دارین ویدیویی بسازم برای شما جذاب باشه و بعد از یه مدت خسته نشه میگن ای بابا اینم که ویدیوش به درد نمیخوره. خداحافظ. پیشنهاداتتون رو حتما برای من بنویسین. ماچ به تمام کسایی که این همه ویدیو رو دیدن و همراه من بودن و صبوری کردن. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین. بوس بوس. بای.